در شهر ترسونزاده امروز 139 مؤسسه تعلیمی بوده، از آن 71 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 31 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 23 مؤسسه تحصیلات ابتدایی میباشد. همچنین یک خانه کودکان و 11 کودکستان‌های نزد شعبه معارف و کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک فعالیت دارند. تمام این مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده همه صنفخانه و حجره‌های کاری را پورا از تعمیل برآورده خوانندگان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. همچنین تجهیزات درسی زمان معاصر وارد کرده در صنفخانه‌ها نصب کرده شده است. تمام صنفخانه‌ها با گرمکنک‌های برقی تامین شدند و برای سردی سخت تمام تیره‌ها کلیونکا پوش شدند و ما حرکت می‌کنیم که در دوره زمستان تمام چوره‌های ضروری را ببینیم. با باوری کامل گفته میتوانم که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 96 به یگم کمبودی زمستانی سال 2017 و 18 را در سطح عالی میگذرانیم. چطوری که معلوم گشت از طرف مسئولین در همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسونزاده برای گذراندن زمستان سال‌های 2017 و 2018 تیاری دیده در انبارها انگشت و هیزم و سوزشواری ذخیره کرده شده است. با باوری کامل گفته می توانیم که مؤسسه ما امسال سال 2017 زمستان سال 2017 18 را به یگان مانع پشت‌سر می‌کند. دو بس به خوانندگان تحصیل می‌کنند. بس یکم بس دوم 21 صنفخانه الکی تریزها شیشه بندی شدند و پیچ‌های هیزمی الکی فعالیت دارند. صنفخانه‌ها پورا گرم. مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی که از دو آشیانه عبارت میباشد با دستگیری پدر و مادران و شعبه معارف شهر به کلی تعمیر کرده شده است. از زمستان گذرانی پورا تیار هستیم و از یکم نوامبر شروع کرده همه صنفخانه‌ها را با سلفاندها محکم کردیم. پیچ‌های برقی گذرانده شدگی در دو بست دو صنفخانه تحصیل می‌نماید و هر دو بست‌ها هم با پیچ‌های برقی تامین است. همه صنفخانه‌ها با پیچ‌های علاوی تامینند. تریزه‌ها با موادهای پلی اتیلنی رویتوش کرده شده است. بام‌های مؤسسه پورا از تامین برآورده شده است. عموما من گفته می‌توانم که امسال زمستان گذرانی را در همین سال تحصیلی 2017 و 18 یک باسری بلند می‌گذرانیم. دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده اجرای خود را یافته است.